سلام بچه ها، خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ امیدوارم حال دلتون همیشه خوب باشه. امروز اومدم با آموزش پخت کدوی خوشمزه کاراملی. برای درست کردنش نیاز داریم به یک عدد کدو که من از کدو انجیری استفاده میکنم. شما از هر کدویی که دوست دارید میتونید استفاده کنید و نیاز داریم به گلاب، شکر، پودر دارچین، شیره، کره، پودر هل و من برای تزیینش از خلال بادام و گل استفاده میکنم. شما میتونید از هر چیزی که دوست دارید استفاده کنید. کدوها رو خورد کردم، پوستش هم گرفتم. حالا داخل مایتابه یا دیگ هر کدوم که خودتون راحتین میتونین بچینین. قبل چیدن کدو داخل مایتابه کفش رو شیره با پودر دارچین میریزم. من از 4 شیره استفاده میکنم. شما از هر چیزی که دوست دارید، شیره انگور، شیره انجیر یا حالا هر کدومی که دوست دارید میتونین استفاده کنین. من از 4 شیره استفاده میکنم. شو بردارم. و حالا کدوها رو داخل مایتابه میچینیم. خب حالا دوباره روی کدو شیره انجیر میریزیم. یک مقدار پودر دارچین، پودر هل، حالا یک مقداری هم شکر. خیلی شکر رو کم میریزم چون کدو انجیری خودش شیرین هستش، دیگه نیازی به شکر زیاد نداره. کلا یک قاشق غذاخوری شکر هم نریختم، کمتر ریختم. خب بعد اینکه شکر رو ریختیم، رو هر تیکه از کدوها یک مقدار کم کره میذاریم. با چاقو میذارم. کره رو که ریختیم یک مقدار گلاب بهش اضافه میکنیم. و نصف لیوان آب. حالا این یک لیوان کامل میشه، تقریبا نصفش رو اضافه میکنم بهش. درشو میذارم، میذارم رو شعله کم گاز تا بپزه. تا کدو بپزه من این تخماشم جدا میکنم، میشورم. خشک شد بعد سرخش میکنم. در حال پختنه یکی دو برمیگردونیم که مواد قشنگ به طرف کدو گرفته بشه. بچه‌ها از عطرش براتون نگم، خیلی خوش عطره. نصف شد. خب کدومونم دیگه آماده است. حالا میتونیم بریزیم داخل یه ظرف و تزیینش کنیم و میلش کنیم.
اینم از آموزش پخت کدو خوشمزه کاراملی. امیدوارم که از این آموزش لذتشو برده باشید. اگه دوست داشتید ما رو به دوستاتون معرفی کنید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. تا آموزش بعد، خدا نگهدار.